ببین من میخوام کشتیگیرایی که بیان توی برنامه آموزش، کشتیگیرایی که تو آموزش میخوام بیان کشتیگیر بگیرن، فنا رو اینجوری تشریح کن. یعنی تو موقع آموزشی که بهشون بگید آقا بیا فن بزن، فن رو باید اینجوری توجیه کنید. این فن یعنی چه، چجوری زده میشه. اول میگی چیکار داری میکنی، درجه بعد اجرا بفرمایید. اول طوری دو حریف جلو میشیم برای اجرای تکنیکشون که حریف ندونه باشه. با دست از شمالی در مقابل دستش جمع میگی چه دستش سر در مقابل دستش میگی چه خونه پلچیده بارم دست حالا دو میگیم برای اجرای وارد زانو به زیر شیران رویم یا سرفا برای بستایی قول بده، شما قول بده بهش. سرش پایینه میزنیم پشتش رویز مساعد بشیم. وقتی حریف حال میده سرش بالا، یک لحظه دوزانه میشیم دوزان میگیریم زیرا زیر یکم نشسته از بیترمون نیاز زیر یکم نشسته از بالای زانو. دقت کنید به پاهاشون، دقت کنید به سرش و موقعیتش و فیت کردن بدن خودش به پای حریف. زیر مچ پا نشسته. ما 3 تا زیر نشسته داریم که این 3 تا زیر نشسته خودش. حالا 3 تا زیر سرپا داریم. زیر یکم سرپا از بیخون. سرشو ببینید کجاست موقع سرپا. زیر یکم سرپا از بالای زانو. زیر مچ پا زیر گارد مخالف. زیر یکم از گارد مخالف سرپا از نشسته از گوشه پای چپ این آره. زیر یکم از باقل زانو. زیر مچ پا یکی سر داخل، یکی سر بیرون. اول سر داخل. زیر مچ پا سر بیرون. زیر یکم گارد مخالف از بیخون سر پا. زیر یکم سر پا از بالای زانو. دقت کنید روی زانو همیشه سرا رو شکم، بیخ روند سر بیرون. زیر یکم پا رو میاریم برای میان بود. زیر یکم درکن درکن 2 تا، یکی درکن از تو، یکی از درکن از بیرون، هر 2 تا شده. زیر یکم پا رو میاریم بیرون. درون زیر دخان نشسته. یکم دخان
زیر دخان سر داخل مواظب باش. زیر دخان سر بیرون دقت کنید تمام این زیرا با هم دیگه فرق. سرها و دستها و پاهای حریف رو ببینید میتونید راحت میکنید. انداز ثابت وایسا قرمز. پای راست جلو. پای راست جلو سه. یاله بول بده. خوبه. پیمان بول بده. خوبه. حالا یه دونه شو هول نمیده. همین برای حالتی که حریف خودی میکشه اول پیمه وردی. دستور کمر. حریف خودشو بکشه عقب. ببینید چقدر راحت. فقط مواظب این فن باشید. خیلی خطرناکه. تو موقع مرور فرض مواظب گردن همدیگه باشید. ما می‌خوایم حالت بعد از این باید خود اینو با یه تقریب بزن. محکم بگیر. هر چقدر شما محکم بگیره شما یه تقریب بزنید راحت‌تر. یه دست بزنید واسه فیتورم بله. فیتورم بله. این فیتو به نام چی فیتوی بود؟ تا از پایین نه به این میگم فیتوی صداقت کن. ما فیتو روسی داریم، فیتو صداقت کن داریم، انواع فیتو داریم. ببینید اینو رو فیتو رو وقتی روی دست میزنن دست بازو میاد روی گلوی حریف در واقع صداش خفه میکنه. با دست راست موقعی زدن یه تقیم میزنه اون پای چپش میاد توی پا. حالت کمر شکنه که این حریف میره، نباید پرتابی باشه. به صورت کمر شکن بزن. دستو ها رو بزنید. دستو از رو دستو از رو میریم پشتش با ایگان دست ازی یه دست بزنید.